سلام عزیزان، این نفری که شما میبینید امیربگ نام داره. یکی از سراینده های مشهوری تاجیکستان بود که چند روز پیش در یک صدمه جان خود را از دست داد. اولا تمانه او را دارم که خداوند چی کمبودی در طاعت عبادت داشت و در گاهش ببخشه و پدر و مادرش صبر جمیل بده. من در چند ویدیو دیدم که در روی جنازه پیش از نماز جنازه خونه شش مقام موندگی. برادرای عزیز، این شش مقام خوندن یعنی چی؟ من خیال کردم که در نزد خونه‌شونه در روی حولیشونه. بعد من مطمئن شدم که جنازش موندگی در نزد مسجد باید یک چند دقیقه پس جنازش بخونه. ما تا کجا رفتیم رسیدیم؟ این ما را تا کجا را میرسونه؟ در روی مرده شش مقام بخونی. با همه احترامی که نسبت همه نفرها و همه منطقه داریم، برادرای عزیز، برادرایی که مسلمان هستین، برین گوش راست بکنین اونا را که در روی مرده قرسنگ زدن چی معنی داره. در استاتوساتون و بایدای او را موندن و خودتان حافظی کردن و دروغ را اشک ریزاندن چی فایده ای؟ همه دیگه برای ویدیوشون میگن آخرون لحظه، آخرون سرودش، آخرون فلان، آخرون بسمدان. برادرها این اگانش در کار نیستن. بشینید در رکعت نماز بخونید، در حقش دعا کنید اگر اونقدر دوستش می‌دارین. در یگانش فهمیدگی هستین که سرود خواندن، شش مخانی کردن، عکس‌ها و بیدای او را پرتفتن در روز قیامت یا که در قبر برای او فایده میرسانه. نه. یه حافظای او رقاصه‌ها و بلاگرایی که هم استاتوسا را ماندن، امیربگ رفت، امیربگ آخرون سخنش، امیربگ آخرون سرودش خچون خیب کردن. این روزا ببینی همه با سرودای خودشون میمونند، رقص میکنند در استاتوساشون با مانند نیگینه و چیگینه و تیگینه و ایو کجاش یعنی اشکای شما ای رو تونسیو. برای همین برادرها برای خودتون دوستانی واقعی بگیرین، دوستایی بگیرین که شما رو بر رقص بازی و شب نشینی دعوت نکنه. دوستایی را برای خود بگیرین که شما رو به یاد خداوند همیشه برسانن. نماز و طاعت و روزه شما رو بگیرین بکنین انجام بدین. وگرنه با بوی 4 بلاگری لاکالونی که شما میبینین شما در قبر تنها میمونید و اینا هر روز استاتوسای نو به نو میمونند. خداوند تمام گناههای ما را ببخشه و راست هدایت ما بکنه. اینا تماما برای ما و شما جایز نیست. بعد ما و شما یک مطل داریم، بعد این مردای ما و شما بعد میانی ما و شما را میکنه گفته و با دیگه جای ما و شما را میدرانه گفته ما و شما هر خیل مطلا میکنیم. نه، به عقلی ما و شما خیل. شما یک پیشوا را گوش نکنید، شما با قرآن با حدیث گوش ناندازین، البته میان شما کنده میشود. این خراجات های بی معنی شما را البته قشاق کردگی است. در فاتحه هم حاضر بزم و موزیکه و رقص بازی است. در فاتحه هم 7 زل خراج میکنن. این در کجا است؟ اینا را بتونین قدرت داشته باشین، مردک باشین، پیش رم زن تا بگیر تمام کار بسته میشود. نمان همون زن تا نمان که فاتحه کنه تمام میشود کار درست. اگر غیرت داشته باشی، نیکی نداشته باشی، مرحمت میانت میکند، پاد میشکند، تو میدونی اونمو زنت. السلام علیکم. دخترها از سن 7 سالگی به مکتب سری لوچ میروند، گناه است؟ السلام علیکم داملای عزیز. تاقی یا سرپوش در نماز مسئله مهم است یا نه؟ البته دخترها به مکتب رفتن سری لوچ گناه است. خداوند بر شما ندا میکند به سوی پیغمبرش: یا ایها النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیهن من جلابیبهن ذلك ادنی ان یعرفن فلا یؤذین و کان الله غفور رحیم. ای محمد، اول زنهای خطا و دخترهای خطا، بعدا به تمام زنهای امتت برسان که بالای سرشان چیز پرت آیند. این مقصد از روی مال است که سرهای خودشان پوشانند، لوچ نکنند، تا که دانسته شوند که این زنها زنهای آزاد هستند. ببین امروز اگر زنی که سطر داشته باشد، زنی که سرش پوشیده باشد، همون بچهای افلاس نمیتونن که به سوی اونها یگان سخن پرت آیند. هر بچه‌ای که گپ میتد همون زن همون دختری را گپ میتد که یعنی روی مال ندارد، پیشی برای که شاده دارد. البته گناه هست. فکر میکنم که هیچگاه البته همون معلم هایی که در مکتب هم هستند مجبور نمیکنن همون دخترهای ما و شما را که سرشون لوچ کنن، زیرا اونا هم دعوا دارن که مسلمان هستیم. حتی که اگر شما گوش کرده باشین در تتارستان، در قزان، تمام مردمش به سوی همان سردار همون پرزیدنتش مراجعت کردن که ما در پاسپورت صورت سر هیچ قطعی صورت نمیگیریم. مردم همون پرزیدنت همون قزان چیکار کرد؟ همین
داد مردمش در رسید قبول کرد، همین قانون به جا گذارانید که در پاسپورت با سر لیچ صورت نگیرن. ما هم حق داریم که مرحمت دعوا کنیم یا که مثال یک پیشنهاد کنیم، کدام مرد است زن است کدامید که مثال میتونید پیشنهاد کنید. اگر همین انشاءالله باوری دارم که میگذره، هیچ کس ما و شما را برای آن چیزی که اسلام ما و شما طلب میکند نمیکشد. آخر در خانه یک برادر رفتیم، یک خاری کلان بود، یک خاری کلانی هست که همتا دروازه همون بری بالا در کشوا کردگی این خرسندی میارد برای خانه. وقتی که خرسندی که بیارد شما سوره اخلاص سوره فاتحه میخونین، ایاک نعبد و ایاک نستعین. پس شما ای چی هستین؟ ای پروردگارا فقط من تو را بندگی میکنم و فقط از تو مدد طلب میکنم. مادام این آیت شما میخونین، پس وقتی که ناله خاره موره چشمی است اینا را وقتی شما برای مثال حمایه اختون استفاده میکنین، در کجا دیگر بندگی میشود؟ به اینا دیگر فریفته نشین، به اینا داده نشین، اینا از اسلام نیستند. السلام علیکم داملای عزیز، میگویند که اگر دندان طلا کنی باید پیشکی طهارت سازی، یگان ضرر ندارد، درست است یا نه؟ دندان طلا را برای دندان طلا ماندن طهارت پیش و پسش شرط نیست. اگر ضرورت باشد جایز است، اگر ضرورت باشد جایز است، لیکن اگر برای زیب زینت باشد قطعاً حرام است. اگر برای زینت کنین همین دندانهای سالمی که دارین همینا را مثال اره کنین، میده کنین، دندان کنین، این 100% حرام است. حتی در عبادت‌های شما چی است؟ کراهیت پیدا میکنند. لیکن اگر ضرورت باشد باکی ندارد. برای این طهارت پیش پس هیچ لازم نیست دیگر. داملای عزیز، پدر و مادر من جدا شدند، ما با پدرم هستیم، او نمیخواهد که ما با مادرم واخوری کنیم، میگوید که اگر واخوری کنید عاق میکنم. ما با مادرم واخوری کردیم، او فهمید، ما را به خانه راه نمیدید، چیکار کنیم؟ اکنون عاقی که او پدر میکند عاقم صورت دارد. در هر یک صورتی که فرزند متر عاق میکنم عاق نمیشه بچه. تو پیش مادرت نره، او مادری که او را زاید است، مادری که از پدر چندین برابر حقش بلند است، چرا پیش او نرود؟ رسول اکرم وقتی نزدش آمدن گفتن با کی خدمت کنیم؟ رسول الله چی گفتن؟ امک ثم امک ثم اباک. چرا 3 بار پیغمبر خدا نامی مادر 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 بعد پدر؟ چرا پیش مادر نرود؟ فرزندش است، حق دارد که پیش فرزند میرود، پیش مادرش میرود، رفته زیارت میکند. اگرچه عاق شم که کنی عاق نمیشود. عاق تو برای آن که فرزندت نماز نخواند، عاقش که مثال در راه خدا نباشد. این چی است که هر یک کاری ده که اسلام با او جانبدار باشد و تو زیدی او ببرای با عاق کنی، این عاقت عاق ندارد، چی معنی هم ندارد. السلام علیکم داملای عزیز، ما یک گروه طالب علمان همین شهر از شما خواهش میکنیم که به این سوال ما جواب صحیح گردونید. بعضی آدم های یافت شدند که مولود نبی را بدعت می حسابند، شما چی میگویید؟ سوال دوم، بعد قرائت یگان آیتی از قرآن صدق الله العظیم گفته می شود، این را هم بدعت میگویم، به این چی میگویید؟ صدق الله العظیم گفتن چی جای بدعت های آخر؟ بعد آیت خواندن همون انسانی که بدعت میگوید خود همین صدق الله العظیم میدوند که چی معنی دارد؟ آیت وقتی ما و شما میخونیم مثل که ما خواندم آیت و ما اصاب من مصیبت الا باذن الله صدق الله العظیم، هیچ مصیبت به سر فرزند آدم نمی آید مگر که اجازت الهی نباشد. صدق الله العظیم، راست گفت از خدای بزرگ. چی جای بدعت است؟ این جای بدعتی ندارد، خود راست گفت است. یا صدق رسول الله صلی الله علیه و سلم میگوییم، یا حدیث گفتیم راست گفت از پیغمبر خدا، این جای بدعت ندارد. لیکن در مسئله مولود بدعت بدنش اگرچه در زمان پیغمبر خدا نبودن، در زمان اصحابم که نبود، لیکن امروز برای ما بی نهایت ضرور است. اگر خالی از